مسلمانی که اخلاقش نکونیست، ز نور مصطفی چیزی درونیست. اگر دریای علم گشته باشد، ورا در مجلس ما آبرو نیست. بعداً السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. قصه را خواستم بهر شما پیشکش نمایم. میگوید روز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در میان صحابگان نشسته بودند و صحبت می کردند. ناگهان زید بن سعنه که از دانشمندان یهود بود داخل مسجد شده، صفهای صحابگان را عبور کرده و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. سپس گستاخانه دامن لباس مبارک آن حضرت صلی الله علیه و سلم را گرفته به این طرف و آن طرف کشید و فریاد برآورد: قرض مرا ادا کن ای محمد. شما قبیله بنی هاشم در ادا کردن قرض وعده درست ندارید، یعنی وعده خلافید. او این سخنان را در حال گفت که زمان وعده پرداخت پول پره نشده بود. تا مهلت وعده شده چند روز دیگر باقی مانده بود. حضرت عمر ابن خطاب که آنجا حاضر بود خشمناک شده شمشیر را از غلاف کشید و از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت قتل آن را خواست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عمر ابن خطاب، خداوند از او راضی باشد، گفتند: ما تو را به این دعوت نکردیم که هر کس گناه کرد به قوه قهر متوسل شوی، یعنی قهر و غضب را به کار بری. تو را میبایست به این کس، یعنی به این شخص یهودی، به خوبی فهمانی که قرضش را مؤدبانه طلب نماید. میگوید این مرد یهودی که این همه ملایمتی و جوانمردی رسول الله صلی الله علیه و سلم را مشاهده میکرد، چون این گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، قسم به خدا که تو را به حق فرستاده است، من نیامدم که از تو قرض خود را طلب کنم، بلکه برای امتحان کردن اخلاق تو آمده ام و من میدانم که وعده ما هنوز پره نشده است، لیکن من تمام اوصاف پسندیده و اخلاق حسنه تو را در تورات خوانده ام. همه آنها را در اخلاق و زندگی تو دیده بودم، فقط یک صفت ناسنجیده مانده بود. من بار تجربه نکرده بودم که در حالت غضب خود را اداره کرده می توانید یا نه. حالا برایم روشن شد که در وقت شدت جهل جاهلان حلم، یعنی ملایمتی و جوانمردیت افزوده می شود. می خواهم به من کلمه عرضه کنی تا مسلمان شوم. همین طور یهودی مفتون اخلاق حمیده رسول الله صلی الله علیه و سلم گشته به صف مسلمانان پیوست. پیامبر خدا درود بر او فرمودند که البته غضب از شیطان است و بیشک شیطان از آتش آفریده شده است و البته خاموشی آتش به واسطه آب ادا می شود. پس نفری از شما را غضب آمد باید طهارت بکند. در روایت احمد و دیگران. بزرگی میگوید دوستان عزیز که اگر انسان دارای اخلاق زیبا باشد، این برابر است به 1. اگر دارای حسن زیبا باشد، 1 صفر دیگر علاوه میکنیم که برابر میشود به 10. اگر از عائله ثروتمند باشد، 1 صفر دیگر علاوه میکنیم برابر میشود به 100. اگر از عائله انسانهای طبقه بالایی باشد، 1 صفر دیگر علاوه میکنیم که برابر میشود به 1000. اما رقم 1 که ادب اخلاق است، اگر رقم 1 را ما تازه بکنیم، باقی میمانند همه صفرها که هیچ ارزشی ندارند. پس بکوشیم برادران عزیز تا اخلاق ادب خود را در صف اول و همیشه استوار نگه بداریم. با شما بودم بنده عبدالله. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.
السلام علیکم و رحمت الله.